میخوام یه غذا بهت یاد بدم که پیتزا نیست. فر و ورز دادن لازم نداره و فقط یه دونه تابه میخواد. از آسمان یک دانه کاسه گونده بردار. 2 عدد تخم مرغ دمای محیط رو بیشکن. چقدر حرفه‌ای بودم، عالی بود عمل کردم. 300 میلی لیتر آب. بچه‌ها تخم مرغ، آب، شیر، کلا همه موادی که باهاش میخواین این خمیر رو درست کنید باید به دمای محیط رسیده باشه. یعنی مثلا اینجوری نباشه که تخم مرغ از توی یخچال در بیارین بشکنین این تو، یا شیر رو در بیارین از یخچال. مثلا یکم قبل از این که مثلا چند ساعت قبل از اینکه کارو شروع کنین بذارین بیرون بمونه، به دمای محیط میرسه. 300 میلی لیتر شیر به دمای محیط رسیده. 10 گرم خمیر مایه. من دارم از این خمیر مایه دکتر اوتکر استفاده میکنم چون که این از همه در دسترس تره. 1 قاشق غذاخوری شکر. 1 قاشق چایخوری نمک. حالا با یه همزن خیلی بزرگ خوب همش میزنیم. بعد یه الک برمیداریم. 420 گرم آرد و آروم آروم به این ترکیبمون اضافه میکنیم. یعنی من الان اینو الک میکنم روش، یه کوچولو از این 420 گرم آرد و بعد با همزن افسانه ایم همش میزنم. دوباره یه کوچولو دیگه آرد الک میکنم، با همزن افسانه ای همش میزنم. من الان همه آرد رو ریختم و قاطی کردم. در نهایت به یه همچین غلظت شولکسی میرسه. خب این کلا این خمیر یه خمیر خیسه، یعنی درصد رطوبتش خیلی بالاست. وقتی که اینجوری شلکی مون نترسین، همینجوری باید باشه. حالا روی کاسه رو اینجوری سلفون میکشیم. من یه سلفونم اینوری میکنم که مطمئن باشم هوا نمیکشه. خوب دورش رو کیپ میکنم که هوا نکشه. میذاریم خمیرمون 45 دقیقه توی دمای محیط استراحت کنه. اسیر شدیم این وقت شب. توی این 45 دقیقه ما میتونیم از وقت گرانبهامون استفاده کنیم و اون رو به اختصاص بدیم. بچه‌ها من واقعا تلاشمو کردم که براتون یه خانم ناز باشم. Sorry. What؟ و موهامو افشون و پریشون بکنم، اما دیگه نمیتونم و اعصابم داره خورد میشه. من واقعا فقط واسه یه مدت محدود میتونم یه خانم ناز باشم. بعدش به روحیه سامورایی خودم باز خواهم گشت. 1 2 3 4 45 دقیقه بعد اینو تحویل میگیری. میبینی اینجاش باد کرده. حالا اونایی که خورد کردیم رو میپاشیم توش. بچه‌ها شما توی این مرحله تو خمیرتون میتونین هر چی که دلتون میخواد اضافه کنین. خب مثلا میتونین گوشت شهرگرده سرخ شده بریزین، مرغ ریش ریش شده بریزین، سبزی مثلا جعفری، پیازچه، اینا همه خیلی خوشمزه‌اش میکنه. من همینا رو داشتم، همینا رو زدم. پنیر موزارلا رنده شده نصف پیمانه. وقت ادویه بازیه. حالا توی این مرحله یا میتونین از این ادویه‌های ترکیبی ایتالیایی تور بزنین که خیلی خوشمزه‌اش میشه. این ادویه ترکیبی ایتالیایی که من دارم از محصولات مشکداره. مشکدار یه فروشگاه آنلاین فروش ادویه است. خب این ادویه ایتالیاییش خیلی خوش عطره. مثلا توی همه رسیپیام من پودر عصاره مخمر که میزنم هی ازش سوال میپرسین. این رو هم میتونین از فروشگاه مشکدار بخرین. این پاپریکای دودی رو هم مشکدار داره. کلا یه سری ادویه های ترکیبی خاصی داره که میتونین بخرین. مثلا فلفل سبز داره که خیلی خوش عطره، فلفل سفید داره. هم هر چیزی که بخواین و هم میتونین آسیاب شده هم آسیاب نشده ازشون بخرین. ولی خب اگر به هر دلیلی اینو نداشته الان بهتون میگم که چه ترکیب ادویه‌ای بزنین.
برگ آویشن یا برگ اورگانو 1 قاشق غذاخوری، پودر عصاره مخمر 1 قاشق چایخوری، پاپریکای دودی نصف قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری، پودر سیر بین 1 قاشق چایخوری تا 1 قاشق غذاخوری، بستگی داره که چقدر دوست داشته باشین این بوی سیر بگیره. من نصف قاشق چایخوری دیگه بهش نمک اضافه میکنم. نصف قاشق غذاخوری هم بهش پودر چیلی میزنم. نصف قاشق چایخوری پودر چیلی ها، نصف قاشق غذاخوری نه. و حالا همزن غول پیکرمون رو برمیداریم و همه مواد رو با هم میزنیم. زندگی با تو چقدر قشنگه، خوبه من آسمونه. اگه فکر میکنی این همزن مناسب این کار نیست، سابسکرایب کن که بتونم یه همزن درست بخرم. برای اینکه چشمات زیبایی ببینه من هزینه کردم 465,000 تومان، رفتم یه دونه تابه نچسب سایز 16 خریدم که همه این نون پیتزاییام هم اندازه هم بشه. باز تو حالا سابسکرایب نکن. شوخی میکنم ها. این سابسکرایب نکردی هم نکردی، واقعا مسئله نیست، جدی میگم. راحت باش، هر کاری میخوای بکن، هر کاری. خب من یکم روغن میریزم این کف، اینجوری میچرخونم که دیوارهاش همه چرب بشه. ببین یه نکته که این نون پیتزایا داره اینه که اول که داره کفش میپزه درشو میذاری روش. چه پفی کرد. آروم باش، اشتباه کردم. چه عطری داره لعنتی. و نکته دیگه این که وقتی برش گردوندین دیگه روش در نذارید. این مقادیری که تو این ویدیو درست کردیم مجموعاً 10 تا از این نونای پیتزایی بهمون میده با مایتابه شماره 16. اگه بدونین چه بوی خوبی میده. بیا بغلم عزیزم. خیلی معطره. به خاطر اون ادویه بازی‌هایی که کردیم میدونی اصلا یه سمفونی از طعم‌ها توی دهن آدم جریان داره. یه کوچولو اسپایسی و تنده که به خاطر اون چیلیه که اون دم آخری بهش اضافه کردم. بافتش خیلی نرم و اینجوری حبابه، نمیدونم دیده میشه یا نه. واقعا جذابه. من احساس میکنم مثلا اینو اگه آدم واسه مهمونی درست کنه همه عاشقش میشن. بعد مثلا تو میتونی درست کنی بذاری فریزر مثلا همه اینا رو که من الان نمیخوام بخورم چون که الان ساعت 3 شبه. میذارم فریزر و بعد میخورم. تو ویدیو بعدی چی برات درست کنم؟